مکافات پولی مقام اول 50 سومون کسی که مقام یکم میگیرد کارت از کیدلیلند اوزی سرت رو اعلان میکنه همین یک روگی همینجا ولی بیان من یک کسی میبین با ولی بی این دخترها سرطیمه بدن 50 سومون مبلغ و کارت از کیدلیلند دوستان عزیز حاضر با دختر رو دویدن میکنه ما در صدبرگ حضور داریم اینجا گسنیسه دوشنبه و مجسمه صدرالدین عینی گرد همینجا حاضر میدوان دختر رو کدا میشویم که یکم جا آمد مکافات پولی دوستان عزیز ما با دختران چلنج میگذرونیم با اینها حاضر گرد اینجا میدوان کدامش که یکم آمد مقام اول 50 سومون دویم 30 سومون سیوم 20 سومون چهارم 10 سومون خفه نمیکنیم یکم تاش رو و یک چیزی دیگر کسی که مقام یکم میگیرد کارت از کیدلیلند یک روزی دراز رفته روزش را خوش میگذراند شما راضیین؟ بله تیارین؟ بله اوزی سرت رو اعلان میکنیم رفتیم شما را چه удобнее اینم یک فروگی خواهم کرد همین یک فروگی همینجا ای نه اینجا مایدار این هکر مالی گوش کن این آمده یعنی سب یک فروگی نمیشه نه ای با پاباراتو دا اکیوت کنه که نچوتن فهمیده های او کروگو رفته حالی بیسته حالی بی دخترها سراسمه بعدن صد رول اعلان نکده دویده سیان بیستین اینجا روز اینای روز سیانم اینجا گوتو نیسه حالی بی اسپاقی کجا سراسمه روز سیانمی توربا روز سیانمی توربا اینجا افرجان بخشیش انا کنی گفتنه انا میخوای گید هم ولی بیان من یک کسی میبین با ولی یک کسی میبین با همیده نامی کسی؟ سمیه از مکتب 55 مکتب 55 مریم هم از مکتب 55 مریم از مکتب 55 امینه از مکتب همه از مکتب 55 بوده دوستان تمام تیارین آن بیو شما چی خیلیه راستی وقتی سه میگون کن با بودوین انا میخه شد ولی بی این دخترها سرطیمه بدن ای خبیسی اومدن یک وقتی سه میگون کن با دوین شما خیلی نکنین که ایسر میشه یک دو سه انا دوستان عزیز نگاه کنه 4 دختر از مکتب 55 اوه امی نغلطان شی کدا بیتر اوه مریم بانو آفرین یکم دویم سیوم و چهارم مریم بانو از مکتب 55 مقام اول ما رو گرفتن آفرین و مقام دویمی ما رو آمینا حاضر ما اینا با مبلغ مکافاتشون هم میدیم ما گفتیم مقام اول 50 سومون 1 2 3 به بریدگیش اسمون ما 1 2 3 4 5 حاضر مریم بانو مقام اول رو گرفتن 50 سومون مبلغ و کارت از کیدلیلند با شما موفقیت و سربلندی آفرین مقام دویمی ما 30 سومون گفتیم نام چی؟ امینه 30 سومون 1 2 3 با امینه 30 سومون با تو موفقیت و سربلندی مقام سومی ما رو که گرفت بیایید مقام سومی ما 20 سومون گفتیم مرامت نام چی؟ سمیه و مقام چهارمی ما 10 سومون با تو موفقیت و سربلندی تاجیکستان بر پیش تمام کارت از کیدلیلند
این کس میتوانند کدام روزه قلای باشد میتوانند روند با این کار یک روزی دراز از ساعتهای 10 سر تا 10 بگاه شب میتونن روزشون رو خوش گذرونند. آفرین باش شما مرحمت. اونا دیدی؟ یک بوده کزاده گذیم بیدی سامت سمکتا را بود. من سمکت نه اما کتا نمیتونه بود.